دارک سولز 1 2 3 من از بین این گیم ها 1 و 3 شو تموم کردم و بازی کردم و بی‌نظیر بودن. ولی دارک سولز 2 رو بازی نکردم چون یکی از رفیقام گفته بود که چرت و پرت بازی نکن و اینا. ولی شاید چرت گفت، شاید دارک سولز 2 چیز خوبی بود، پس میخوام بازیش کنم. خب من کاتسین اول بازی رو کامل دیدم و متوجه شدم که اگه کامل نمیدیدم من فرقی نمیکرد، چون هیچی نفهمیدم ازش. کلا فهمیدم که راجب آتیش و آتش نخستین و اینا نیست، راجب یه مرضه، نمیدونم مریضی تو این دنیا فکر کنم، اما هالو و اینجور چیزا داشت صحبت میکرد. خب من کل اون مسیر رو اومدم و همونطور که اون کاتسین رو نفهمیدم اینجا هم نمیفهمیدم داره چی میشه. فقط اینکه 4 تا پیرزن دیدم که وای چقدر یا منو مسخره کردن یا بهم خندیدن. ولی خب گذاشتن اسممو بذارم کلاس بردارم و اینجور جنگل گلزیا، ولی چرا اینقدر بیادب؟ و بعد از اون همه بدبختی متوجه شدم که به بهشت رسیدم. او چقدر نور کور شدم. مجولا نمیدونم ماجولا شاید. عجب جاییه. بونفایر بوم. یه سوال، از اول یعنی من میتونم بین بونفایراش تلپورت کنم؟ نه حتما باید یه وارپ چیچی بود اسمش، گوت دارک سولز 1. آره میشه اینجا همینجوری تلپورت کرد آقا. برن اینو میتونم تو بونفایر آتیش بزنم؟ چیکار کنم؟ من خودم وری برم. تاگل با چیه؟ اون وای چیه؟ همه لایت تورچ هم روشن کردم و خاموش شد. او تو هند شدم. دختر اینم راستش نفهمیدم دقیقا چی کار میکنه و داستانش چیه، ولی تنها چیزی که فهمیدم این همون فایر کیپر دارک سولز 3 دیگه. بر آپگرید سوس فلاسک. آره آپگریدش کن. You do not have a sus flask shard. ای بابا لول اپ بابا 900 تا میخواد. تاک ولش ببخشید آقا، من داستان اینو اگه هر کی میدونه آقا بگه، من حال ندارم بخونم 10 دقیقه متن اینو رو خدا. خب سید الان من باید چیکار کنم؟ دروانه میشه؟ مرسی داداش، یه در بذار قفل کنیم و اهرامشو بذاریم همین کوچه بغلش. دقیقا از همینجا بود دیگه، این در اینجا قفل بود اینجاست. برو از زیرش دیگه. باید وایساده میرفتیم حاجی. ولی من یه چیزی راجع به دارک سولز 2 خوندم، این بود که سازنده دارک سولز 2 حتی به انیمیشن های دارک سولز دسترسی نداشته. یعنی واسه همینه که میبینیم میدوی یه جور دیگه است، میزنه ها یه جور دیگه است. پس چرا آقا مگه خودتون بازی نمیسازید؟ چرا نمیدید به هم دیگه بازی؟ چون میدونم سازندهش میازاکی نیست دارک سولز 2، این ربطی خاصی نداره بهش. Forest of the Fallen Giant. آره جاینت بود یا چی؟ ای وای قابلمه، میتونم بزنمش؟ بمیر نه نزن. وای تو چقدر دمیج زیاده پسر خوب. بونفایر بابا یه دقیقه منو نکشی تو. مرسی خورد بهم با اینکه داجم دادم. تو داداش دی بربیدو. آره نه باس فایت. وای بذارم بک استپ میتونم بکنم. همیشه کرمولی میاد آجی خراب میکنه کارو. وای همه چی تحت کنترل. خودم گفتم بذار پرام پایین ببینم چی میشه از اینجا. بابا لگت نزن آقا. آخه اینجا می مسیر اونجا می مسیره، ولی چون اون فاگ گیت فکر کنم این مسیر اینجا بهتره. نردوبان. حاجی یه سوال دیگه، بابا لگت نزن. بروکن استریت چی؟ یه سوال دیگه خواستم بپرسم این بود که نردوبان درسته یا نردبان؟ بالاخره باید نمیدونم. الان مثلا اینجا کجاست من رفتم؟ اومدیم پیش این. سلام
وای که بوم مینداختی دمیجت هم بهم دادی دوباره و تو چقدر کلوفتری. وای شمشیرم شکست فکر کنم نمیدونم وای آره شکست. میفتی پایین. آه هنوز زنده است. چی کار داری میکنی؟ باید یه سبیش کنم. نشد ولی چقدر خوب سول داد. این دوتا چرا چیکار دارید میکنید آقا؟ وای وای. ورود به فاگیت. اون کله هیلم خالیه. اون بالا یه چیزه. سلام آقای اسکلت. وای ریدی الان. بابا بک سب تو رو خدا. عجب باجی بک سب سکیرویی جرش میده. اگه ما از اونجا می اومدیم اصلا می افتادیم تو تلق اینا. خوب شده اونجا نیومدیم. پشت آیتمه ولی با داج نشکست. وود بولت تیر چوبی. احساس میکنم آجی این بالا قطعا با اینا اصلا پاهاشو دارم میبینم. این من پاها رو دارم. اونم تیر زد. من این پا رو دارم میبینم این بالا. من همونجوری بزن. شق شوق شیق. آنه اونه. خجالت نمیکشی وای میسی از اون عقب اینجوری میزنی؟ مرسی چون مرسی. ببخشید حالی که تا حالا نمردم من سولز پلیر قوی ام. 90 تا سول. چیه؟ ای وای ببخشید. ریدی بابا ولم کن. شمشیر دومم نمیرسه بهش. یه در بود اوپن شد. چه فایر. آخیش زن یه چیزی بخر. هر چیزی. ای بابا زدم رفت. ببخشید. بای آیتم تبر میفروشه. 135 تام تبره میزنه. یعنی قوی ترینش همین تبره است. صحبتاتو شنیدم و خیلی فهمیدم چی میگی. ببخشید بابا ولم کن لیو. الان ما یه تبر پیدا کردیم. این شمشیر که کلا خراب شد و 80 تا میزنه. اینا هم 80 تا میزنن ولی تبره 130. آقا مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدی. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و تو رو خدا ام پی سی ها رو بگید چی میگن اینا من نمیفهمم. ساب کن.